خسرو، همینطور که نشستی یه چشتم به جاده باشه، یه وقت صابخونه تعقیبمون نکرده باشه تو پارک خفتمون کنه پسر. آقا جان هنوز اجارهش ندادی؟ از سر قبر بابات بیارم؟ خدا نکنه کار به اونجا بکشه آقا جان. آقا سفتر قربان تو برم، بهتر نیست از این خونه بریم یه جای ارزونتر اجاره کنیم؟ ارزونتر کجا بودم اونجا؟ چند وقت پیش رفتم مغازه املاکی، گفتم آقا واسه 10 میلیون رهن و 1 تومن اجاره جایی داری؟ دستاشو باز کرد گفت بله بیا بغلم. یادش بخیر قدیما آدما برای حقوقشون برنامه ریزی میکردن، الان حقوقشون برای آدما برنامه ریزی میکنن. نوشته از هفته بعد قیمت مواد غذایی به خاطر تورم 30% گرونتر میشه. ای تو روحت علی خامنه، ارزش پولو به حد عنبر نثارا رسوندی. گفتی ارزش پول آقا جان، یادم آمد دیروز سر چارا یه دختر بچه گفت عمو از من گل میخری؟ منم مثل توی فیلم ها آخرین 10,000 تومانی که ته جیب داشتم دادم، گفتم عمو همشو بده. دختره گفت عمو چرت نگو، شاخه 12 تومنه. تازه فهمیدم من از اونم فقیرترم. گرونی تورم همینجوری پیش بره، امسال ماه رمضان غیر از حال فقرا حال انسانای اولیه رو هم درک میکنیم. جالب اینجاست تو این سوئیسی که واسه ملت ساختن الان توقع رأی هم دارن. مگه عمت بهت بده رأی؟ ولی اینجا نوشته کار رأی دادن رو خیلی ساده کردن عمو سفتر. چطور مگه؟ رئیس ستاد انتخابات کشور گفته مردم با گواهینامه و کارت پایین خدمت هم میدونن بیان رأی بده. با کارت کتابخانه نمیشه؟ کارت سوخت، کارت تبریک، کارت بازی، یخچال خراب، کولر سوخته، دمپایی کنه، روی شکسته، نون خشکم بیارن میتونن رأی بدن. گدایی رأی میکنه دیکتاتور حقیر بدبخت. در واقع داره بی جیر خارش میگه مردم که نمیان، حداقل شما در 3 شعبه رأیگیری با شناسنامه، گواهینامه و کارت پایین خدمت برید رأی بدین که ضبط داره 3 بشید. باقیش هم که ما ضریب میزنیم تا این چند درصد شکر کنندی از دوش در بیاد. میدانی آقا جان، من از 3 چیز تو دنیا متنفرم. 1 آخوند عمامه سفید حکومتی، 2 آخوند عمامه سیاه حکومتی، 3 آخوند حکومتی. گل گفتی پسر جان. خودم میدانم،